وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 ایون عکس‌های ماشین را که با استفاده از آن معاون یکم رئیس آریان بانک شورت اسمت الله فراره بردند نشر کرد و اعلام کرد که برای یافتن این بانکدار معروف $30,000 جایزه تعیین کرده شده است. بنا به اطلاع رسمی وزارت کارهای داخلی، شام 23 میلیون سال 2023 تخمین ساعت 22 دقیقه در ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه، شهروند اسمت الله شورت جای کارش معاون رئیس آریان بانک از جانب گروه متشکل جنایتی عبارت از 4 نفر با استفاده از قوه جسمانی دستگیر کرده شد و به داخل واسطه نقلیات تمغه خونده صنعت رقم قید دولتیش 0197M01 قبلا 129XA01 رنگش سیاه پر را 36 مجبورا سوار کرده از جای حادثه به خط سیر خیابان رودکی میدان سرچیان محله خوجنبیای بالا حرکت نموده به نزد بازار کوشانیان به حدود محله های لچوب گذشته غیب زده است. وزارت کارهای داخلی گفت وابسته به این حادثه پرونده جنایتی آغاز کرده شده، تفتیشات پیشکی و چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی ادامه دارد. کسانی که برای آشکار نمودن این جنایت به مقامات حفظ حقوق مساعدت میکنند یا خبر میدهند در حجم برابر به $30,000 امریکایی مکافانیده میشوند. تامین امنیت مساعدت کنندگان و افشای نشدن شخصیت آنها کفالت داده شده طبق طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت دولتی اشتراکچیان مرافعه سودی جنایتی حقوقهای آنها حمایت کرده میشوند، اعلام کرده است وزارت کارهای داخلی. این یاد گفت با مقصد برای ماندن همکاری‌های مخفی با شهروندان در وزارت کارهای داخلی اتاق علایده مخصوص مخفی باوری با رقم تلفن موبیلی 992 93 992 2446 پیوست به برنامه‌های اینترنتی واتساپ، وایبر، ایمو، تلگرام و سراغ الکترونی سازمان داده شده است. شهروندان می توانند به باوری همکاری خود را با همین اتاق مخصوص الکترونی برآورند. شهروندان می توانند به رقم تلفن باوری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رمضان رحیم‌زاده نیز زنگ بزنند. 992 888 5511 پیوست به برنامه‌های مسنجری واتساپ، وایبر، ایمو، تلگرام. شورت اسماعیلوف 49 سال داشته از نفران نزدیک حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک و دادر عروس امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان به شمار می رفت. او سالهای زیاد معاون اول رئیس آریان بانک بوده و به گفته آگاهان عملا کار این بانک را پیش می برد. مسئولیت خریدهای آریان بانک و همین طور تامینات چاره‌بینی‌های دولتی که مبلغ گذاری را این بانک به دوش می گرفته است اساساً در دست شورت اسمت الله بود و گاه وی را به این دلیل خلطه پول آریان بانک نیز می نامیدند.